در کوچه و پس کوچه های چنداول، یکی از قدیمی ترین بخش های کابل، در جستجوی هویت و تاریخی که در هیاهوی تحولات افغانستان رنگ باخته. به دیدار یک شهروند کرد تبار افغانستان آمده ایم. مردی که روزهای گرم و سرد کابل را تجربه کرده، از رویدادهای خوش تا جنگ‌های خانمانسوز. کجای از این وطن برای شما بگوییم که زیبا نیست؟ از دالش، از درختش، از مردمش، از نانش، از زوش. نزدیک به 3 قرن پیش اینجا خانه ایشان شد، هرچند که حالا در سراسر افغانستان به چند خانواده محدود شدند. بیشترشان افغانستان را ترک کردند. بخش کوچکی هم که باقی مانده در ولایت‌های غزنی، هرات و قندهار زندگی می‌کنند. از دوره نادر پای به پای که آمده یک طبقه نیست. بیخی مردم کرد برآمده تقسیم شدن. کسش قندهار رفته و کسش ببینید در قندهار به نام گندیگان و توپخانه و اینا از همین مردم است که اونجا جا به جای هستند. در زمان نادرشاه افشار، کردها از شمال غرب ایران به بخش‌های مرکزی افغانستان آمدند. روایت‌های مختلفی از حضور این قوم در تاریخ افغانستان وجود دارد. این موضوع را از حسین احسانی که به تازگی پژوهشی را در زمینه کردهای افغانستان انجام داده میپرسم. دو روایت تاریخی وجود داره. روایت اولی که وجود داره است که خب در سال 1500 میلادی عده از این کردایی که سلحشور و جنگجو بودن و رزمجو بودن، اینها در افغانستان آورده میشن تا علیه تهاجمات مغول و چنگیزخان مغول استفاده کنند. روایت دوم از صحبت میکنه که کردها اصلا در افغانستان با نادرشاه افشار آورده شدند. با آنکه فرهنگ کردها در گذر زمان در فرهنگ اکثریت حل شده، اما هنوز هم نشانه های از آن باقی مانده است. مسجد کردهای چنداول یکی از این نمونه هاست. مکانی با قدامت نزدیک به 160 سال. معماری این مسجد بیشتر شبیه یک خانقاه است و ظاهراً کردهای افغانستان بیشتر رویکرد صوفیانه داشتند تا رویکرد اسلامگرا و مذهبی، و اینجا تا به یک مسجد بمانه به یک خانقاه شباهت بیشتر داره و ظاهراً در گذر زمان این خانقاه به یک مسجد مبدل شده که حالا مسلمان ها اینجا عبادت میکنند. برای بسیاری ها وجود کردها خواسته یا ناخواسته ناآشنا باقی مانده، آنهایی که بخشی از تاریخ افغانستان را میسازند، تاریخی که بیشتر از آنان به عنوان جنگجو یاد کرده، اما به باور خودشان هرگز در افغانستان دنبال جنگ نبودند. افغانستان کلش خوب است، هیچ بدی نداره. چنانچه امان برایم گفت میخواهد سیاستگران دست از بازی های جنگ آفرین بردارند. نرگس اورخش، ایران اینترنشنال، کابل. ببین ظاهرشاه اولادش